همین ملاهای ما، دوست ما، خدای طریق ما، اختطافگر ما، کسایی است که از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استفاده کرده در جامعه وهابیت و سلفیت خدمت میکنه. و ریاض خدا ای عواما، فکرتان بگیرید شما کلگیتان مذهبی است. کدام مسئله که از علمای سابقتان یا از علمای مذهبی امروزیتان شنودین همان مسئله را قبول بکنید. در زمان ظاهر و در زمان داوود یقین به خدا که اونا هر رقم بود، اما وهابی و سلفی در افغانستان نمیموند. کتاب مذهب در کتاب فروشی ها نمیموند. جریمه میکرد که کتاب مذهب دیگه چی میکنه؟ نوشته بود دین اسلام مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امروز ابو حنیفه رحمت الله مذهبش غار غار میکنه، اما کلگی ما خو هستیم. من نشانه های وهابیا و سلفیا را در شما بگم. در قدم اول که شروع میکنه والا پشت مرده کی خیرات کرده، کی اسقاط کرده، باز که شروع میکنه بعد از سنت کی دواره کشیده، بدعت است. تراویح را کی 20 رکعت خوانده، تبین تراویح کی سبحان ذی الملک خوانده، بدعت است. پول امامت بدعت است، پول ختم قرآن بدعت است. اما توسل به بزرگان بدعت است، توسل به انبیا بدعت است. در حج برو در زیارت پیغمبر علیه السلام نمیره. این علامه و نشانه وهابیا و سلفیا است و ما شما بفهمید علما خو میفهمن. این نشانه ایشان است. اینا دین از زیر قیچی کرده میره. آخر چی میگه؟ در سفر که رفتن یک روز چی میگه؟ در سفر که رفتن ترک سنت است میگه. سنت در سفر نخوانن میگه. این علامه وهابیا است. اما امنیت موتر روان در کابل جان 50-48 نفر هستیم. این سنت ترک نکنید، سنتتون رو بخوانید. مطلب ما چیست که اینا دین شما را قیچی کرده به خیر میبره. ما اینا دفاع از دین میکنم، دفاع از مذهب میکنم. در حدیث ترمذی شریف است یکی از جمله علامای وهابیا یا نیست که اینا علامه قیامت است. به این خاطر طالبایی که شما فارغ شدید توصیه ما همین است که دفاع از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میکنیم. در هر منطقه رفتین بی‌جنا خبر بتون در مردم معرفی بکنین. غیبت نیست، دفاع از دین است. وهابیا و سلفیا رو معرفی بکنین. به خدا یک مرتبه مال یاستین وارد منطقه جای گرفت، نه مدرسه است، نه خانه است، نه دارالحفاظ است، همه را میکشه. همیشه خدمت دین مطابق قانون اسلام و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بگیرم. الله تبارک و تعالی افغانستان منسجم در تحت پرتو مذهب سیدنا امام ابو حنیفه داشته باشد. دوستان ما یک مشوره نیکو برایتان میدیم، این را به یاد داشته باشید. یک مصیبت دیگه آمدنی است در وطن که شما آگاه هم هستین، خبرم دارین. این مردمی که امروز در پی مسائل کوچک هستند مستحبات را پامال میکنن، تو را به زیارت رفتن نمیمانه، به خیرات کردن نمیمانه، به ختم نمیمانه، توسل ناروا میگویه، تعویذ تا دور میندازه، تو را مشرک میگویه، مخالف زیارت است، مخالف امام ابو حنیفه است، مخالف مولای مذهبی است. به خدا قسم که مردم میگه تراویح پیشک سرطان میخوانه. آگاه باشید این فتنه از همین مردم مشکل شده و اینها تلقین از همون وقت محمد بن عبدالوهاب نجدی گرفته است. این مشکلات ببین که از نام مسلمانی چقدر استفاده سو قرار میگیره و اسلام چقدر جلوه بد میدهند. رب کریم از اینها ما را نجات بدهند. اینا گستاخان ائمه هستند. اینجایی که اونا حرف از ابن تیمیه میزنه و ابن قیم میگویه، اگر شما کلیپ های اونا را متوجه شوین هر جایی که استدلال میکنه قال ابن قیم رحمه الله، قال شیخ الاسلام رحمه الله، باز یک توپ میگیره زیارت میزنه، سر یک توپ ایرانش میکنه، میگه قال ابن قیم گفته که یک وجب زمینم تحت تصرف آوردی، اول آثار شرکی را از بین ببر، از این خاطر زیارت بر توپ میزنه. این مصیبت در افغانستان آمدنی است. خدا نجات ما بده. چنگ به ازیال علمای مذهبی داشته باشین و پیرو اینها باشین. ما را فریب داده بودن. شما باور به الله بکنید از این طور یک مولوی صاحب ما شنیده درس کتاب حدیث هم ابو داود درس میگفت، لیکن در کمپ جلسه گرفته بود در مقابل به اصطلاح وهابیا. خیست همین مردکه میگه رشتفی دادم خواب به عالم، میگه در روز قیامت ما به امام ابو حنیفه رحمه الله چی جواب بگویم؟ در روز قیامت ما به ابو حنیفه رحمت الله چی جواب خواهد گفت؟ دین به ما تیار کرده آمد، مذهب به ما تیار کرده آمد، 4 تا خدای طریق آمدن، اونها والله ما موحد هستیم، والله ما فلان هستیم، میزنه به جان علمای گذشته ما. یک عالم ما که همین قدر نفهمه که در روز قیامت جواب به الله گفته میشه یا به امام ابو حنیفه رحمه الله گفته میشه. ملاها در سر منبر میگه میزنه او مردم، ای مردم
مصیبت جدید آمده رایست، فکرتان باشه و متشکل از امیر رفع الیدین آمین بالجهر است. هوشیار باشید، امیوست فکرتان بگیرید. دوستان، ما یک مشوره نیکو برایتان میدهیم. یک مصیبت دیگه آمدنی است در وطن، مگر فردا اگر رسید یک نظام میآید روان از خدا نبیاری شامل بگوییم. او دولت که مسمى به نام دولت اسلامی است، او را میشناسیم. او را چی میگوید؟ داعش. به خدا قسم که از الف تا یا تشکیل شده و مرکب از امو مردمایی است که آمین بالجهر میگوید، رفع الیدین میکنه، دستا را بر بالای سر میمانه. از الف تا یا تشکیل شده و مرکب از امو مردمایی است که آمین بالجهر میگوید، رفع الیدین میکنه، دستا را بر بالای سر میمانه. ای مسلمان، این سنت داعشه یا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ پیامبر تو کیست؟ تو تا حال محمد صلی الله علیه و سلم رو به حیث پیامبر خود نشناختی؟ آگاه باشید، این فتنه از همین مردم مشکل شده. چرا؟ رفع الیدین چی است؟ بسیار ناشناست. کتابای حدیث پر نیست. آمین بالجهر کتابای حدیث پر نیست. این در دین نآمده. خب به مردم چیست؟ ناشنا. شیخ الاسلام رحمه الله گفت که بعض شرایع بالای مردم ناشنا می باشه، سنت پیغمبر می باشه، ناشنا می باشه. آخر الله متعال خود برای ما عقل داده، فکر داده. ما که همی قدر تفکیک کرده نتانیم که اول یک همی گپ برای ما آمده، همی یک کمی ارزیابی کنیم، تحقیق کنیم. اگر ما خود گول نزنیم، به الله قسم همه گپا واضح است، راست است، درست است. از عمل کرد یک انسان هم آدم میشناسه که نمی چه رقم آدم است. اگر جویای دین باشیم، دین خیلی آسان است. حق شناسی به الله قسم بسیار آسان است. شرط است که ما به دین اهمیت بدیم، به دین اهمیت بدیم. خب ما به دین اهمیت نمیدیم. مال مصرف میشه، ده کجا مصرف میشه. ایره به خاطری به قول گفتیم که اوجا دردار از یاد دیده، درد امت از یاد دیده، درد ملت از یاد دیده. شما باور به الله بکنید، در خانه ترکسی آمده که سیاسر گریان کرده که موریس به الله قسم یک مرد در خانه نداره و به الله قسم آرد وجود نداره و به کس دهن از دستی او درزادگی به کسی دانم باز کده نمیتونه. خو او مردم به این حالت قرار داره و تو به نام خیرات و به نام صدقات از کجا پیدا کردی؟ اینه کرده رویستی. خو ما اینمی دین پیش ما ارزش نداره، امی سخن قرآن پیش ما ارزش نداره، امی سخن پیغمبر پیش ما ارزش نداره، امی عمل پیغمبر به الله قسم پیش ما ارزش نداره. تلاش میکنیم که یک سنت رسول الله را به یک عنوان دیگر رقم جلوه بدیم، عملی نشوه. تا این اندازه را ما در تلاش هستیم. ما به جای از اینکه تلاش بکنیم که کاش که یک عمل پیغمبر رسول زنده شد، تلاش میکنیم که نه یک رنگ دیگه برش بدیم که در پیش مردم قدر رونق نداشته باشه. مشکل در کجا است؟ مشکل اگر ما محبت پیغمبر را بشناسیم و پیغمبر را مقام و منزلتش را بشناسیم، ادناترین عملش که ولو در درجه مستحب باشه، اگر دین پیش ما محبوب است، خود دین فهمیدیم سرش عمل میکنیم، دشمنی قطعش نمیکنیم. خیر است که از دهن هر کسی شنیده باشیم، از دهن احمد، از دهن محمود، خود دین است برد رسیده. خب ما اوطور نمیکنیم. این مشکلات است. این اوازه ها را امی استعمار اینمی زمزمه میکنه. امروز ببینید اگر ما بعد از این خود در تجاهل بزنیم که والا کدامش حق است کدامش ناحق است، خیر پیش الله رفته نیستیم. الله متعال نه نیستیم رفته. گپ در سری تبلیغات آمد، دشمن از رسانه ها توانسته ما را ضربه بزنه. امروز مردم حتی در ترجمه قرآن کریم کسی شریک نمیشه به خاطر ازی که یک نفر گفته که این آدم وهابیست، فیصل وهابیست. این در حالی که کتاب الله را باز کرده به مردم بیان کرده رویسته. ما میایم دینمی مجلس میایم لیکن تیر میشم نمیشیم. چرا که از این که در بالاتر دیگه چی ثمره برداشته بتاند این دشمن که حتی به کتاب الله متعال تو قناعت نمیکنی. تو را بی باور ساخته در مورد کی؟ کتاب الله متعال. از این که در سرمایه بزرگ دشمن از همین تبلیغات برداشته، از چی؟ از تانگ و توبی خود برداشته نمیتونه. از همین تبلیغات. قضاوت از کجا میشه؟
از رسانه ها. چیزی که دنیای غرب تبصره میکنه از اینجا قاضی جور میشه مردم ما، مسلمان های ما. بعد لا اقل توقف هم نمیکنه، بجای از اینکه دعا بکنه که الله هر کس حق است امی طور خوب بگو امی قدر خوب بگو، نه فیصله میشه نه این ناجایز است، این ناجایز است، این ناجایز است، این ناجایز است. ما مسلمان ها همیشه دنبال اینمی تبلیغات رفتیم، تبلیغات ما را در بدر کرد، رسانه ها حق نمیخواه، ولیکن دشمن نتوانست توسط اینمی تبلیغات یک تعداد مردم در قلبایشان نفرت پرته با مردمی که دیگه از او خاطر این موضوعات هست، این مراحل هست، این تبلیغات هست. ما قاعده است. یکی از جمله یک کسی از آلمان اسلام آورده بود، اما واقعی اسلام خود ذکر کرده بود که باعث اسلام آوردن ما چی شد. گفت ما چون پدرم یکی از جمله کششا بود در جمله امی چی میگه سومعیشان و امو معبدشان، باز چون من اولاد ازی بودم علاقه ما قطع موضوع شد و در بخش فرهنگی امی ما کار میکردم. چون در بخش فرهنگی بودم کلی تدابیر که گرفته میشد علیه اسلام، هر چی که میشد علیه اسلام. وقتی خود فکر کردم که اسلام چرا اینقدر وقتی خود باز فکر کردم که من میگم امی سنگر خیلی قوی سنگر است که یا کلی تدابیر خود علیه ازی گرفته، بیا که یک کمی معلومات از این سنگر داشته باشم که اسلام چیست. گفت فیصله شد در کمیته که من مقرر شم و قرآن کریم به معنیش بفهمم و بعد از او از خود قرآن پس رد نوشته کنم سر اسلام. خب این چانسی بود که برای من داده شد، چون من همین نکته در ذهنم گشت که کلی مواد جمع میشه و علیه کی به کار برده میشه اسلام. حتما چیزی قوی هست که قدر تدابیر در مقابلش گرفته میشه. زمانی که آمدم وقتی قرآن کریم کم 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 ترجمه کردم و تلاوت کردم، خودم من حیث یک چی در ممالک عربی آمدم، قرآن که میخوانم دیگه جاذبه داره، دیگه معلومات برای آدم میاد. آخر گفت مرا مامور ساخته بودم که ولی من قرآن یاد بگیرم پس سر اسلام انتقاد بکنم. پس که اونجا رفته اون مردم چقدر خوشی کرده استقبال کرده که اینه آمد، ولی دیگه سلسله های خدمات ما خوب اضافه میشه. بازی گفته بود که او برادر من خو انتقاد سر اسلام دارم ولی که اینطور مفت و جفت اعلان نمیکنم. بسیار مردم بعد پذیرایی باشه. مردم که کل جمع میشه در سری مستیج که میبره باز میگه که الحمدلله که ما مشرف بدین اسلام شدیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، یگانه دینی که سبب نجات کل بشریت است هموست. من از شما خواهش دارم که اینطور اسلام بپذیر. سعی که انگیزش از کجا پیدا شد؟ از اینکه چرا زیاد مواد در مقابل اسلام استعمال میشه. حتما چی هسته؟ بگوی حتما این سنگری قوی است، حقا چه قسم بشناسیم خود به خود معلوم میشه کدام سنگر زیاد مورد مرمی قرار میگیره، شناخته میشه. از این معلوم میشه که اینمین جا قوت است. یک خواهر رو بیگاه یک در وایبر چی روان کرد، یک صحنه جرمنی ده. اونجا که دعوت برشان میده و چی میکنه؟ میگه ما را از عیسایت به چی سلفیت میکشانی. ما را نمیگذاره که عیسوی باشیم، شما ما را در سلفیت دعوت میدید. اون خواهر نوشته کرده که مولوی صاحب سعی سلفیت همین جرمنی ها دیگه مسلمان ها رایج نمیگه که اینطور گپ است. اینه میگه که شما ما را سلفی بسازید. دیگه یعنی گپ هست. کتاب الله و سنت رسول الله این یک گپی واضح هست. دعوت به سوی کتاب الله و سنت رسول الله گپی واضح است. ائمه مجتهدین دعوت به کتاب الله و سنت رسول الله دادن. گاهی به قول خود کسی دعوت نداد، ثابت کس نمیتونه که فلان عالم دعوت به سوی خود داد. نداد. آسان گپ است. خیر که ما عالی نپذیریم کی میپذیریم و چه قسم قبول میکنیم؟ و عالی هم که حق نشناسیم و عالی هم که بازم بگیم که والا نه والا کمی شک دارم. نه کمی شک نمیگم شک، اما شک بکش.
جستجو کو، تلاش کو. چرا موضوع دین است. شاید مرگ تو را فرصت نده، دمی ساعت نفست بره، در یک حالتی بره که عقیده درست نباشه. تو باید رای حق پیدا کنی، جستجو کنی، تلاش کنی. هرچی عاجل. سلمان رضی الله عنه از کجا شروع کرد؟ از ایران خیست تا مدینه منوره رفت. به خاطر چی؟ جستجوی حق. قطعی یک پاپ، قطعی دیگه پاپ، قطعی دیگه پاپ، هر کدامش خدمت ها را کرده رایی بود که ما پشت حق میگردیم. آخرش توصیه کرد که برو اگه پشت حق میگردی، یعنی طور پیغمبر است، یعنی طور علامش هست، در فلان منطقه میایه، یعنی علاماتش هست، قطعی از آب پیوست شد. دنبالش که میگشت که نمی حق است، ما باید بگردیم. ما حق میشنویم لیکن دنبالش نمیگردیم. اگه کمی شک باقی مانده میره باز نمیکشیم که با نمی شک خدا از بین ببرم. اما واقعا به اطمینان عبادت الله را بکنم، به اطمینان عقیده داشته باشم، به اطمینان عمل بکنم. این می کار ما نمیکنه. انا فقط صدای دشمنش میده در گوش خود جای داده، مطابق از چی میکنیم؟ قضاوت میکنیم. خلاص تحقیق وجود نداره. عفوك إن